رفته بودم بقالی، دیدم که 2 نفر دارن با بقال جر و بحث میکنن که چرا اون چیزی که ازشون خریداری کرده 100 گرم کمه. که یاد یه داستانی افتادم. مرد فقیری زنی داشت که کره درست میکرد و اون کره ها رو به صورت دایره‌ای 1 کیلویی در می آورد و اون رو به بقالی سر کوچه‌شون میفروختن و مایحتاج زندگیشون رو میخرید. یه روزی مرد بقال به اندازه این و وزن این که کره ها شک میکنه و اونا رو میکشه، میبینی که 900 گرمه. خیلی ناراحت میشه. وقتی که مرد فقیر میاد بهش میگه من دیگه تو نمیخرم کره، چرا که کره ها بابت 1 کیلویی به من میفروشی، اما در حالی که 900 گرمه. مرد فقیر خیلی ناراحت میشه و بهش میگه ما ترازو نداریم، به خاطر همین ما حتی 1 کیلو شکر گرفتیم و اون با اون شکر کره ها رو اندازه گیری میکنیم و کم نفروش بقال.